همین زکه زنکلان میشه جبش جنوال شوی میشه و غزش خلا میزن میشه پوچی موچ خیلی پوچ همین خیگو نو خیلی بگو خیلی بوچو خانج خیلی پوچی موچ در قفا جان دادایم عبدالرحمن آزادم نکرد سلامت باشید چسبید همون قرو چسبید برادر عزیز اگر تو سرتمه شوشتی با شامپون ما با تو میشیدیم لیلی و مجنون اگر شما فربه یا خراب شدن میخواهید اگر موی سر شما میریزد و یا ریش خود را زیاد کردن میخواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست دیده میشود پس به شرکت داروسازی صاف سودا مراجعت کنید شما میتوانید معلومات مفصل را درباره داروها با زبان تاجیکی از سامانه صاف سودا تاجکرو دسترس نمایید. سلام علیکم بینندگان عزیز مخلصان برنامه دنیای هنر. ما تصمیم گرفتیم که بهر بولیدگی خاطر شما یک برنامه جدیدی را با نام دنیای هنر تهیه نماییم پیشکش شما مخلصان عزیز کرده باشیم و در این برنامه ما هنرمندان مشهور حجم نگاران شناخته را دعوت کرده با آنها صحبت‌های خوب گذرانده پیشکش شما هواداران صوت و نوا و حجم کرده باشیم. مهمان نخستین و مهمان اولین برنامه ما هستند حجم نگار شناخته عبدالله طاهری با تخلص بوجوکخان. سلامت باشید. مهمان رو سر اول به برنامه خوش آمدید میگیم و شما خوشبخت ترین حجم نگار هستید که در این برنامه اولین شده شما رو ما دعوت کردیم. حضور آمد. خودت اینجا تو قرآن تپره میندور تو قرآن تپره برایش تو کلو بنی اگر نه کلو تو قرآن تپره میندور بختر بسیار میرم بختر بسیار میرم خود تو قرآن تپره میندور باز همون قرآن سکته که تو کلو و حمدانی نمیندور شما میندور همش سلامت باشید زنده باشید و ما میخوایم که صحبت ما بیشتر صحبت باشد که حج باشد سرود باشد هزل و شوخی باشد که بیشتر بینندگان تقاضا میکنن طلب میکنن که بیشتر سرود و حج و شوخی باشد بیشتر در غریبی هستند و اگر که شما زید نباشید صحبت رو همین گونه سلامت باشه من با هر یک سخن شما با هر یک سوال شما با هر یک اقدام شما من آماده هستم و در همه جا ما میبینیم که شما شکایت از آن میکنید که زنکلان هستید در بنزدیکی در یک توی بودیم در همونجا هم شما شکایت کردید که زکه هستید جای قزقشه گپ زدی عبدالرحمن جان راست دیگه همین گپ مردکشه بگیم مدام باید همین روز شب بگم عبدالرحمن جان گپ همین جمعونه خیلی وقت نیم هیچ کنه گپ همین جمعونه هیچ کنی گپ همین جمعونه مردکوری زنکلو راست گپ بگم چی دورو بگم این همین 3 ساعت معرکه در توی میرم برندگی میگم سلام مهمانی و لقدر من شما رو بالا خونه نمیام همین خونه در دور اومدن همین دهلیز خونه دور اومدن با سر میگم با 3 ساعت که با پیزنده بگم میزنم من توی اومدم همین خندرم گام میزنم بود میکنم انا که جولا که وقتی که ما که بود کردم دیگه زنان سر میکنم تلویزیون میکشم خواب نمیکنم دیویدی را میکشم خواب نمیکنم پول تاسنش میبرم همین میچکم خواب نمیکنم بیزور میشم بعد میرم در همین دورین بالکن ایدگی هم بالکن میرم خمیاتری و کشول میکنم میگم ما همین جوی ما همین یک سلام باشه او گفتن میگیره سر خود میگم گفته زود بودن ما کار منم او گفته زوستانو خیلی حیات همیه همین زکه زنکلان میشه جبش جنوال شوی میشه و غزش خلا میزن میشه خلا میزن نگه که لحظه دنیا زن و دندان بود به زن دندان جهان زندان بود تمامی همین یک سر باشم خاطراتون میگم که تمامی مردم روی دنیا خواه ایدوری مگزینه خواه ایتوری کوه خواه از کجای باشه همین مردکا همین دورین خونه بودن مردکا یک شعور دارن میدونن اوچات کو چند یکم درجه چی میگیم اوچات کو میگیم کلمه مادرت کنی یا اوچات کو مردمی اگه ده همون اوچات کو اوقات اور هست انا که مردمی شاید چه مادرت کنی او امی کلمه هست دنیا بازن آبوده افتخار از زن از مادر از خواهر میکنیم برای که روی دنیا زیب دنیا گنج دنیا زن مادر خواهر است
لیکن من زن کلونم راست است که کار و بار خانه رو هم شما میکنید، خوراک رو نه ما راست دیگه عبدالرحمن جان این مسئله دیگه نزن. من همین قضیه در قریب در 40 در اومدم. من همین روز دیگه بگم خیلی مادی خیلی اوقات میکنم یک چیز میدونم یک چیز شروع پرو میکنم من خونی رو توزیع میکنم خونه رو میرم همین یک تلویزیون همین تمام دیگه همون دیگه تایم کردن که من لباس رو همیشه نه خیلی لباس автомат автомат خیلی میشورات با من چقش میکنم نه یکی او автомат میکنم دیگه بعد بود درزمون میکنم میخوام تو خاطی تمام کورپا چرا شما نه کورپا چرا خیلی سال میکنم خیلی دیگه ما تایم کوری زنه کنه میکنم خدانیش نتا ساعت باید با پاپیشوی زنه که پیش میونی لباس خیلی زندگی هم میاد بعد پلیسوس میکنیم وزی اصلی 21 دیم جورو وزی پلیسوس داریم جورو الکترونیک داریم این کنم میگم فز میگم ایسا فز میگم خیلی یک همشه میبینه چون که میگم همین ترموز سوخته زمین را سوس کسیم وای همشه از کلام میکشه میگم همشه چی که دیجه میگم پلتا دیگه چی همین سیمت پرواز کسیم هم خیلی خونه رو میکنیم زندگی پیشرفته است زندگی خیلی چیکار کنیم شما یک جو فهمیدید ما کار بار خانه رو کار میکنیم خبرام میآید ما عبدالرحمن جان همه چی خود عبدالرحمن جان بهترین مدرسه زور اینترپول خیلی کار میکنن زنده باشید و وقتی شما رو در کوچه بجوخان میگن برای چی یکون تخلص تاجیکانه نمونده بجوخان راست دیگه بگیم همین هنرمند هستی که بلبل شیرین سرا الهام مرودوف بله همه کس میشناسد میدونن آوازی خوب دارد سرودای عاشقانه میسرد راست دیگه وقتی ما همین فیلم همین عاشق جبرده رو بعد روی نوار آوردن سال 2012 همین با همون هنرمندا و کسایی که در همون فیلم یعنی که رول بازی میکنن گفتن که ما نو میمونیم بعد با یک چش نو موندن ایش رقیه پوقیه حجای خان پاتوق خان نمیچی خان روسی من اومدن همین الهام مرودوف گاش بکی همین بیانام شما را بوجوک خان مونیم ما فهمی برادر وقتی بوجوک خان اینو بوجوک هم میگن نه بوجوک با نه مایل اما یه روز که بود یک جای جمعیتی خشتگی صحبت داریم یک تلفن میشد ما تلفن رو وایما گرفتم او الهام مرودوف الو سلام علیکم پوچ خیلی پوچ همین خیگو نو خیلی میگه خیلی بوجوخان خیلی پوچ خیلی همین این بوجوخان یعنی که تقلید از کینوفیلم هندی گرفتگه شمشیر خان ویجای خان شاروخ خان این من سلمان خان بوجوخان میکنن خیلی در اون میرم روز دیگه در اتوبوس من روز دیگه این ایسوبی خیلی میگم فنرمان ما فخر نمیکنیم من دیگه در اتوبوس اشتباه نمیتونم بله در خونه چی زنتونم بوجوخان میگه در خونه نه در خونه فرزند من هم پدر میگه نه زنتون بوجوخان باره نگفتن یک بار گفتن یک بار لیکن بسیار وقت در همین در مرکز شهر همین وقتی که وارد میشم تمام کودک‌ها هم میبینن بوجوخان روز دیگه خیلی من هم خنده میکنم میرم خیلی حیات تگه زندگی و چون اینجا از الهام مرودوف سخن کردید اوضاع هست که گویا که شما این زمان مناسبت یا همکاری شما با الهام مرودوف سرد گشته است با قول مردم گویا که شما از همدیگر جدا شده اید امروزها با او به توی معرکه ها نمیروید درست است؟ درست دیگه عبدالرحمن جان همین سخنان همین گپایی که شما زدید همین گپا دروغی محض است یگان چی ندارد ما با هنرمند با علیم جمالخان الهام مرودوف مناسبت خوب داریم با هم هستیم دوست هستیم همکار هستیم ولی عین حال الهام مرودوف با یک کاری بعد آهنگساز و آهنگ آماده میکنن الهام چون آهنگساز بهترین هست عین حال تمام هنرمندان در خانه الهام مرودوف هستند و مشغول از در خدمت هنرمندان هستند توی معرکه ها میشود بسیارتر میان الهام مرودوف میگه که برادر عزیز اگه با اون مبلغ میگیم با این مبلغ من رفتن نمیتونم عین حال ما با هنرمندی شناخته من اوضاع هست که گویا که شما من بابای جون جمعخان میروید با این هنرمند برادر علیم جمعخان است با علیم جمعخان اکاش میشود هرچند که بابا جان قدش لیلیپوتی خیلی میدک هست خیلی لیلیپوت است میدک هست لیکن بابا جان اکاش علیم دودر است بابا جان جمعخان ما همکاری داریم لیکن الهام مرودوف برای من بهترین دوست است بهترین برادر است ما با قریبی روزهای 25 26 با الهام مرودوف در بالجوان توی هستیم با الهام مرودوف ما این اوضاع دروغ است دروغ است الهام مرودوف برای من شخصیتی بهترین است نمی‌شود که شما تخلص خود را از بوجوخان با کدویی واسه کنید دوم شاید جا آدم خود نیست که بخلو تا کار نیستن
برای چی شما رو همچون بجوخانی همچون کدو بیشتر میشناسن؟ برادر عزیز این بخیر یک سیر دارد. برای چی شما رو کدو میگن؟ عبدالرحمن جان من در یک برنامه با قدم قربان بودیم تا آخر برنامه فقط همین و قدم قربون مزهش نیست. میدونی خیلی مزه شما نیست عبدالرحمن. در یک توی بودیم در ناحیه بوسه وقت سرود خوان عبدالله کدو تا ورده. من برنامه خودشان من برادر عزیز از وقت دیگر ما میخوایم که همین سری کدو رو به مخلصان کشاده دیم. سری کدو عبدالرحمن جان وقتی سخن نگفتی دیگر همین تکرار نکن. این کچ بخه خیلی جای همونه اگم چورماز بگو یا اگم پودینه بگو خیلی اگم چیز دیگه بگو. راست دیگه به من گفته بودم که در همین در طرف دشتی چون ما وقتی که پدر مادرم در دشتیم خونه دارن ما اصلی وطن مردم دشتیم هستیم و هم نزد پدر مادرم رفتم در همونجا خیلی زمین و گندم کلگی کشت کن من گندم دروی رفتیم یوردم کردیم عبید شد وقتی همین خروخوری در همون مردم در دشتیم وقتی آبی دشتیم هم میخوری همون آب تو چنی بو گرسنه میشه برای که آبش آبی نغز است. همین روز دیگه من گرسنه یک دیهای خوزه میگم بعد دیهای خوزه رفتم در دیهای خوزه رفتم در همونجا دکتر تقویم یک خوراک آماده کرده بود با شیر خطی کدو با شیر. ای برادر عزیز تیموس نه همین جوشیده شده شیر خطی من گفتم یک طبق شباردار که من گشنگی دم مردم بیار که همون خیلی گشنگیم که ای برادر عزیز برداشتن بردن پیش از اون همین 2 هفته پیش یا 7-8 توی مرکز زدو گفتگی بودم وقتی که میگن آقای عبدالله شما برندگی دعوت نکنیم خیلی میگن برادر عزیز مثلا همین نخ 500 یا 600 تومان میگه آقا 200 تومان من زالوک شگی همین خیلی 5-6 تا من زالوک گفتگی همین در کیسه یک 300 تومانی کتی کدر رفتم داشت جودا استراحت و اگه جای خوراکی ده همین وقت خوراک خوردن از همون شیر یادم از همون شیرش یادم خوردم با یک نموش رنگ تخته است دل نداره خیلی سخت رنگ تخته پیتزیات کرد همین خیلی پشت ساخت ای خیلی بیار خرود و لپا همین یک پروک گرفتم همین دهنده موندم همین دهنده موندم میگه حالمو در همین کمک چسبی جوش بعد گفتم برو اون چالی دختر همین کارا همین اومد چیکار کرد گرفت همین خیلی در همین دهن که منم میگیرم همین خیلی وای چسبی جوش دهن اولا کرد وای چی بود همون خرود چسبی همون خرود چسبی برادر عزیز همون خرود چسبی همین دهن اولا کرد روز دیگه پگادا توی دورو زنگ زدن سلام علیکم آقا بجوخان مرکا توی دوریم برادر خیلی میگن خیلی آقا میفهمونه که خورد تو نخیل خیلی از من یک 10-15 گذشت خیلی توی مرکا هم متین شد دهان پانم توبت کردیم نه همین شمید همین کوچه شمید همین خیلی طرف دوستی با دوستی مردم خیلی رفته استم خیلی سه چهار کودک آقا بجوخان سلام علیکم دیگه همین یک ماشین اومد همین ماشین همین وای مادر اومد ایستاد خور اومدن چرت همین خیلی بچه‌ای همین خیلی جوان مردای بازی بخشو سلام علیکم آقا ما مخلص خدمتیم روز دیگه من خطاب باید خیلی اتوگراف بگیریم من گفتم آقا پرابلم نیست من آخرسان خیلی چیکار کنم اتوگراف پرابلم نیست آقا ماشین نباشه گفتی پیش نگو خیلی پیش ممکن نیست برای که عقیب پیش در اونجا موفیز هست خیلی عقیب داشتی همین عقیب ماشین شیشیدم ای طرف هم اون بچه ای طرف بچه دیگه ما داربه نمیخواد یا خیلی بیزه بیست کردم یا دیل من دور رفتم مافتم نه وای مخلیصو چخله وای پایتخ مدگی پایتخ ما سامالو نورافتا یک میدانی ورزشی نه سپاس پیش سامالو نورافتا یا مدرسه ورزشی است همونجا همون رفتن نگه مافتم می برادر اخی خیلی شما گفته اتوگراف بگیرید شما منم میدون چه آوردن گفتن که در مدینه بوس مهمی جای شیخ مهمی جای شما را شیخ می‌دیزورن هم میرم که یک برادر دارم کریسوش دیگه همین گردن انا میخوام این خوشتگ انا میخوشتگای اوردینش همین گفت که اوردینش که ما دیگه هم دونم شلام میدم چی میگه او آقا اول اتوگراف آوی میگیری آقا نمیشه که پیش ما میاد میگه نه کتا میبره پیشو خدمت با میخواد با ایزاد گفتم که من آرماده همین ماشین خام میدم که توپ دیدگی هم دارم اونجا نه دیگه توپ نمی توپ فوتبال نه بسکتبال میکنن دیده توپ هیچی اول ما بعد توپ همین سر ما گرفتن یکی بار اکو باجه سویا دست باجه که سویا دست مونم سویا مشتمان
همین یک مش دستان ما توپ هم خیز زده همین کلا را گرفتم همین دیگه نمیدونم همین توپ همین بسکتبال با پیش همون مرد کمارا بردم میگم شما کیم میگن همون ما توی دوره که زلو گرفتی رفته توی ما نگذارند ما دیگه در دلم چی سوره و چیزی بود خوندم دیگه تلفن بود که قطعی کودک سن خریدش که خیم مولانا فوتبال واقعا وگلا پرابلم توپ نرسیده است توپ نرسیده توپ نیفتن تمام مغازه محکم هستن جوی توپ دم مرا بردگان خواستم تلفن قدی خونگی گفتم سلام علیکم فرزند عزیز مهربان پدر دست استادیوم فوتبال کشتم آماده باش بردم که دیگه با تلفنم نرسیدم همین زدن کردن که با خدا عبدالرحمن جان با خدا قسم این یگو با نام خدا قسم همین زمین غلط دیدم فقط یک کار کردم روم مکه دیدم که یگم روم دانه زمین روم دا گفت یگم استادی قدر حجمدار ماشون علودین عبدالله میگه روم دانه زد روم میگه گفتم روم دانه زدم زدنم یا وقت بخیر میگه در خرابولو در همه پنیر کورپوس آماده میگه خواهم بخیر چهارتا کرمانی شبه کرد داخل سلام علیکم سیرجان رحیموف مایور حکیموف برادر عزیز خیلی رستیگا من خیلی مفتون مکه سلام علیکم تاخت چیکو کردی چند کس کی زده چند وقت گفتم مرا کردن خیلی مزه داشتیم یکم پرابلم ندارم یه برادر گام زد خود مو میبینیم اکا بینی نبینی کی مرا هیچ کس اگه نیست سلام باشه یکم شکایت ندارم یکم دعوام ندارم دونی مدرسه ما خدا کنه ما دیگه چی نگم سلامت باشه خیلی نگور بدیم انا می سبب همین شد راست دیگه من هیچ چیز کباب نیستم برادر عزیز همین دیگه همین ما وقتی یک جا گپ زدم همین گپ اوزار را همه جا بریم دیگه هم کلمه قرود ایش قرود هم خیلی عکسی که از گیپرازیم گرفتم ایمو درامام کردم که شدن دیدین اکوای من دیدم با خدا میگم که اینجا بازاری دنیوی هست تمام با خود دبایش هم خب یا با چهار پنج نمودش هستن گیردش هست روزکش هست یا نمود دیگه شده برن دقیقه تیلیم خیلی ای برادر با خدا سلامت باشه برادر عزیز من همین سبب همین بود برادر بله و سری کادو رو اینجا فوش کرده و ما خواستم سری شفتالو رو من مخلصم شفتالو برای چیکار شفتالو شخصا من همین میوه دوست داشته من شفتالو لیچک عبدالرحمن جان بعد انجام شفتالو عبدالرحمن جان شما نمیخری شفتالو من میدونی در کجا دیدم در یک معرکه بودیم طرف شما شفتالو رو پرتوندن شما گرفتن شفتالو رو با اون طرف پرتوفته نه من یک نمو شفتالو هستم خیلی نامش پشمک میگه یک کسی همون قبل الرژی داره خیلی میگم که همون خورخوره میکنن بلوی او یک معرکه طرف فرخورده رفته فرخورده که همی گفت دیگه با کانکره نگاه شما بزنیم رفته فرخورده معرکه باید دو ساعت پاس نشم ما گفتم برادر باید ما استراحت کنیم دام بگیریم گفتم یک جا دام میگیریم گفتم یه درخت خشلم تا درخت جوگه ما پردیم کاسون بوده که یخ بوده سفید فرما قوی دوی گاز خیلی روی برنده چخیل همین خوشم همین روز دیگه بگیم یک پاچه پروفتن یک تاکسری موندن یک قلیچک میده همونجا خیلی او خود همونجا شوربا برون خوردیم من خوب بود وقتی آدم خوب کنه بعد ایسوس یک خیلی یک نمیگه بعد این خیلی خوب میکنه همین همون میوه همون درخت همون گفتگی بوده هم خیلی گفتگی بوده سر دیگه همون یه نمودش او بعدا میگم بزن در زمین تیک میشه زرد میشه من روز دیگه همین خیلی خوب کردم درم بلوی همون شفتالوی که همین چی جدیش دیگه خوب کردم همین وقتی میخوام گفتم معرکه رو خیلی خوب کن نگاه میکنم همین بروک همین زرد دیگه من خیلی کردم که یکم بیادبی کردم شاید اخلاق من خیلی بود طریق کردم تکی تو باید هم طریق کسی هم خیلی باقی نمیکنه ما گفتم نیموجی بید من خیلی همین دیگه هم سوپ زد نه همین خیلی باید همین روز دیگه توی دو رفتیم یک چوچک آب بیاد چیکار کردن گفتم من بیادبی کردم بعد آوردم بعد همین میشم کیه با یک همین نزدیک میرونی همین بعد من گفتم با خدا همین پریجیبات کردم این همین شفتالو بودن من خیلی بعد از این معرکه را گذاردیم هر سمونه لیباسا رو با نو عینوی اینه نو برما دکو نامشون چی میگن نمو ماریا با عینوی ماریا کدی شفتن با لیباسا رو با همین سوا این بود همه چیز نمیخره دیگه نه من هم خیلی انمو نمیخورم با خدا نه میخوای میدونی نه تماما میوه بیشتری های من در نامش صدقه میشم لیکن نمیخورم همین میقبل علی دیگه از تورت چی؟ نه این من تورت نه تورت نه این طبقه چی؟
گفتن که از طبقه نیست قیباب هسته. سری طبقه رو همه این طبقه نیم گریل نام داشت. گریل. همین راست دیگه در حیات زندگی هر یک هنرمند یک واقعه میشه برادرای عزیز مخلصای عزیز یک بگویی همین از کار برآمدم از خونه گفتن که نه یکم جمعی میشینیم من گفتم نه من مونده شدم یکم با مزه بریم میخوریم گفتم یک چای کبود دم کنیم یک چای کبود تان دم کنیم من از این رفته یک گریل میورم من همین گریل خیلی تو میکنم گریل حجیان اومدیم همین آشخونه حجیان بسیار آشخونه نغز است بهترین است روباش روباری بهترین است نامش عوض کرده نه همون حجیان واسه نامش عوض کرده میگم همون حجیان میگم یک گریل گرفتم خونه آوردم خونه آوردم همین گریل مرغ همین با فیلم دو پا دارم دو دوست نه بله خیلی من رو سیگار من خونه آوردم خونه دا موندیم همین بوله همون یک چیزی که تاری پلاسماسی کو سابوی میگم همونجا موندیم وقتی همین گریل همونی خیلی لینگوش خیلی چخ نمیشه خیلی چخ نمیشه همین دیگه وقت جورا میرم خونه کوخنی میرم دستام میگم بشون خیلی من خوراک اصلا که میگم همین در خونه همین اوچای کودکو چورم سکول گریستیسوس میگم ای زنا یکم کسال پاسال داری دولین داری نه سلامت سکول زنگ میزنم نه چیو کرده همین گریست سباز برای چه بعد بچه من گفتم بچه جان اوچات برای چی میگیره میگه اوتا لامبا اوچا برای نمی گریل میگیره گفتم خیلی کم باشه میریم باید اگه بیاریم نه کم نیست اوچا میدی چی میگه میگه اگه این گریل 4 تا لینگ داره تا دلینگش قدی کدوم بیوه داره خوردگی تای طبقه بیوه رو آوردگی قدی کدوم عروسی تا گریل خوردگی میگم ای مسلمانو همین گریل دلینگ داره و دست نه میگه اینا دلینگش هستن او دیل نگاش نیست داغ همونجا شب و شب جان تلفن میکنیم گریل فروش سلام علیکم برادر اکای رحمون نازی میشه اکا جان همین مرغوی که شما میبرید استیصال میکنین چخیلن میگم مرغوی ما دلینگ داره دست میگم در خونه من قرار از بوره میگه پرابلم میگه ای برادر عزیز تام دیونه اولتم دیونه شما ما همین مرغوی ما دلینگ داره دست خیلی میگم این سبب به راش بود یا من میگم گریل داتور سر مامانه میخواد شاپوشان دیگه روزی گریل نمیخوره نه اکید نه بعد خستم من نگاه کردم که ساعت خستم با خدا دلم سوخته یعنی دیگه همون داک خونه هم گریل دیگه هیچ گریل نخورد اما نخورد همون جا همون نگاه کردن کشکش همون دیگه هم گریل خیلی هم خشید این واقعی بود اصل بود اصلش بود همین اصل بود دیگه یعنی چه خوب نیست برادر عزیز اگه خیلی برام بعد دیگه ما هم سبزوات گوشت پوشت مرغ چرخ دیگه شیر دیگه شما یک زمان گروه حجوی خود را داشتید همراه دلیر حمیدزاد باز چند نفر دیگر بودن گروه چهره‌خان نام داشت گروه شما چرا امروز فعالیت نمیکنند هر کی پراکنده است میگن که پراکنده لشکر نه آید به کار 200 مرد جنگی به 100,000 راستیگه من همین گروه چهره‌خان را من خودم تشکیل کردم نامی خوب چهره‌خان میگه چهره دیده چهره دلی مخلصا باشد هر مخلص باید بخنده چهره گم داشته باشد من مهنت کردم راستیگه همون دو شاگردی که با هم داشتیم خیلی وفاداری نکردم دلیر در مهاجرت در مسکو هستن و یک پسرک دیگه با نامی زیاجان میگفتن و یک هنرمند خوب است عین حال هنرمند است یک جو بودیم با در فیلم عاشق جبرده حجای خان بود پام پاتخان بود راستیگه ما گروه ما ناز بود فعالیت داشتیم دلیل که رفت موجود شد من خودم تنها موندم نیت ندارید که همین گروه رو برقرار کنید صحنه اگر من همین اوزی گفته یک برنامه در قبضگی بودیم برنامه‌ای که چهرهش برنامه دهشت رو گفتن که با از کانال توجیکوم گروپ من مینداری خود از همون کانال توجیکوم گروپ بیان میکنم بسیار یک کانال بهترین است اگر امکان باشد من میخوام که همین گروه چهره‌خان همین بوجوخان رو همین نام رو بوجوخان رو از بین بریم و چهره‌خان رو جو کنیم دیگه اگر چهره‌خان رو جو کنیم دیگه مردم هم بوجوخان میگن شما چون بوجوخان قبول کردن میشه دیگه همین گروه چهره‌خان رو من از نام برقرار کردن میتونم با یک شرط می دلیر ایماسکا بیار اگر بیاد همکاری میکنم میگم من گفتم با دلیر گفتن هستم که اگر ما رو بشنون دلیر ایماسکا بیاد ما همکاری میکنم دلیر بهترین بچه خوبسور است ما خیلی توی مراکش گذروندیم و شما هنر خوبی تقلید کردن نیز دارید برای خاطر مخلصان خواهش میکنیم که با یگان هنرمند مشهور کشور تقلید کنید چون ما رو غریبان بیشتر تماشا میکنن خاطر اونها بولیده میگردن
روز دیگه سلام علیکم ایمونی اولی قدر که عبدالرحمن خیلی دوداری موتر خرمان کنیم عبدالرحمن یکیمزود روز دیگه با همی کانال اختا سخمو قدردونی میکنیم من شنوختی اوخی البته شنوختی روز دیگه همی مخلصو در میگم که زنده باشین یک چول سرود میخونم یک چول میسره به خاطر مخلصو زنده باشین سلامت باشین هزار رحمت زنده باشین های چرخا فلکا مرا چرخا و هدی های کولابی بودم مرا بلخا و هدی های کولا بودم آبی شیرین میخوردم های سرگشته مرا بابی تلخا و هدی چین 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 در زمین تا گل بچین چین 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 محیط غم چین چین در بیابان ناله کردم خیرمنی گل در گرفت حیف یا نامی نکویم چند خاکستر گرفت در بیابان ناله کردم هیچ کس یا دم نکرد در قفس جان دادم عبدالرحمن آزادم نکرد سلامت باشید استاد سنگلی میرزا سلامت باشید خوش اومدید هزار رحمت می ندارم شما هزار راست دیگه پا بگم ما همه شما را دوست میدارم این روز همین شاگرده ما فعالیت کردن هنرنمایی کردن زنده باشین سلامت باشین هزار رحمت و شما همراه حسن چله سرود خیرالدین شریف رو سرود زلفت خم خم زده به طریق حج یک جایه رسم کرده اگر تا سرتمه شوشتی با شامپون ما با تو میشیدم لیلی و مجنون این سرود ما با همراه حسن چله زم کردیم در باغ بوتانیکی بنوا گرفتیم روز که سرود بهتری نزد در اینجا یک گفتن که همین سرود زلفت خم خم زده شما با دیگه طبقه این ما شنیدیم که گویا که با خود خیرالدین شریف و یا دیگر نفران به شما فشار گویا آوردن که سرود رو اینقدر این دروغ محض است زلفتش پشت این دروغ محض است خیرالدین شریف بهترین هنرمند است با ما در تماس هم بود و گفت شما حاجی نگار هستید وظیفه‌تون اجرا کرده حاجی نگار باید سرود حج باید بخونن حاجی نگار من ببین همه هنرمندان شناخته خدا رحمت کنه شادروان استاد بودن سرود میخوندن من رحمتی امیرشاه بود حاجی بود سرود میخوند این حسن چله هنرمند بهترین میباشد من افتخار میکنم هنری خوب داره و طبع شاعری هم داره حسن چله امروز همچون هنرمند جای فعالیت میکنید همچون هنرمند شخصا من بله من روز دیگه با درگان تئاتر من دعوت نکردم برای دعوت کردم هست دعوت میکردم من چون خدمت کرده دانشگاه صنعت بانی موسوعه ملی شدم میباشم سرم میباشم بعد از اون بعد دانشگاه ملی رفته در اونجا 5 سال خوندم صاحب دیپلم اعلا گشتم انا شعبه فیلولوژی و ژورنالیستیک روزی که باز در یک مؤسسه عین خود در دوشنبه من معاون دیرکتور کار فعالیت دارم در کار دولت هستم در خدمت همچون آموزگار و نسل نورس را ما تعلیم و تربیه میدیم درس میدیم شاگردای بالای قدمان دارم عضو بسیار شاگردای من عین حال مکتب رو ختم کرده در دانشگاه بانفوذ خونده شدن بسیار شاگردان ما در اعضای وظیفه هستن کار میکنن قریب 11 سال که من در حیث آموزگاری کار فعالیت دارم 11 سال من آموزگار هستم هم آموزگار هم با در یک مؤسسه معاون دیرکتور هستم از ایام خوردی وقتی که من در مکتب میانه تحصیل میکردم همین آموزگاری که وقتی که آماده درس می‌کردن من معلم رو گوش می‌کردم سخنانش رو حواس در دل بود هم آموزگاری بود هم صنعت بود میگم بیامر چی هنر کم است خدا ما را داده است رفت اگر ترک هنر کنید ترک صحنه کنید فقط آموزگار میمونید چی آرزوها دارید میخواستید که در یگان ساحه دیگر کار فعالیت کرده باشید و نتوانستید رفت اگر در بابی صحنه گفتید اگر من ترک صحنه کنم برای من همین پسند است آموزگاری پسند است چون که من حاصل با خود یک حاصل دارم حاصل چی است وقتی یک زمین را میکند از اون یک حاصل میگیرن حاصل من شاگردان هستم وقتی که من در راه میروم وقتی من اگر خداوند امر آدم یک امروزی میو پگم امر با جای رسید
راه یک شاگرد میبینه سلام علیکم استاد ای دست میگیره با او پلیر رو میگذرونه یا همون سیتکه ما رو میگیرن یوردان میکنن برخالته ما رو یا استاد چی خدمت کنم ماشین سوار کنم برام این حاصل است برای من. بله. من در سایه دولت همون شاگردا همین دعا کردم میشینم و در همون و در آخر برنامه بهر بولیدگی خاطر مخلصان میخواستم یک لطیفه شوخ پیشکش کنیم. سلامت باشید. راست دیگه یک در یک خونه خواستگارا میان افسقالی. بله. افسقالی من خیلی پدر و مادر همه پیشواز میگیرن همون یعنی که سوی پسر رو پیشواز میگیرن همه میان دنز دختر هم خیلی همین دختر بطوم هستی همین گریه دارد بعد این مادر میگه دختر جون تو برای چی میگیری؟ آتش میگردن میگه این دختری ما ای خرسندی نمیگیری ایموز خواستگارا شمادن ای در دخترم صدقه بگیری بچم رو دخولی که با دختر همین توچه مادر میگه آرام شو ای دختر جون خواستگارا اومدن ایس پدرش ایس اوچش ایس پدرش ایس اوچش یا که بس سال بده ای دختر تو برای چی میگیری آقا چی میگیری زیستو آقا میترسه که با همیشم دروغه همیشم دروغه مثلا با فند میکنه. سلامت باشید. در آینده چی نیت و نقشه ها داره؟ چی آرزوها داره؟ در آینده نقشه دارم که خدا خواهد همین با یک کانال با خودم گوشم با همون کانال در یوتیوب کانال خود رو بکشم که با همراهی برادرانی که امروز این حال خدمت میکنن اپراتور بهترین هستند دستاوردها تجهیزات خوبی بهترین دارن و خدمت میکنن با تمام هنرمندان خدمتشون میرسن همون کانال توجیکون گروپ با هنرمندان شناخته مشهور من نعیم جون سیدعلی هنرمندان هستن من قدم قربان با همه کل با تمام هنرمندان تو شبنم تو فرزانه همه هنرمندان قدیم همکاری دارن. من میخوام که با همین برادرانی که امروز هستن و آماده خدمت هستن همکاری کنم یک جایگی و در حیات و در زندگی یک چیز است اگر یادگیرفهمی باشد همه چیز به پیش میره. بله. بعضی هنرمندانی هستن که جدا هستن. من در آخر تمنا میکنم که بگذار تاجیکستانی ما گلگل شکوفان باشد سربلندی باشد وطنی ما آباد باشد هنرمندانی ما همیشه دائما سبز و خرم باشد. با شما نیز عبدالرحمن حکیمزاد یک جهان تشکر. بهترین راوی هستید بهترین هنرمند هستید. من میدونم که شما با یک ما چین هنر کم است شما چند هنر دارید. با کانال عبدالرحمن حکیمزاد همیشه ابونه باشید چون عبدالرحمن حکیمزاد بیچاره 24 ساعت قطعا هنرمنده است. این رو شما به نظر بگیرید 24 ساعت میبینیم که در کسب رو پوشیدگی نمیکنه ایستادگی چیکار میکنه سیمکا داریم برنامه داریم میریم سلامت باشید. یعنی این برنامه رو که تماشا کردید حتما ابونه شوید. سلامت باشید. و بینندگان عزیز برنامه دنیای هنر بود پیشکش شما. ما کوشش میکنیم که در برنامه‌های بعدی هنرمندان شناخته رو مثل عبدالله طاهری دعوت کرده با آنها صحبت آراسته پیشکش شما کرده باشیم. خیر تا برنامه‌های دیگر سربلند و موفق باشید. از